امروز میخوام کروسان درست کنم، ولی در حقیقت حرفم درباره عشق و حقیقت دنیاست. همراه من باشید. سلام، به ولاگ پخت کروسان خوشمزه با ترکیب عشق و حقیقت خیلی خوش اومدین. حقیقت در لایه‌های پنهان چیز هاست، نه در ظاهر. برای فهمیدن حقیقت لایه‌های هر چیزی رو بشکاف. کروسان لایه‌های زیادی داره که وقتی درون فر قرار میگیره شروع به پختن میکنه و میشکفه. دقیقاً مثل حقیقت باید حقیقت رو لایه به لایه درک کنید. کتاب ملت عشق درباره درون‌نگری و تنهایی صحبت کرده. به نظرتون فلسفه‌اش چیه؟ بیایید بهتون بگم. تنها بودن خطرناک نیست، بلکه تنها بودن با آدم اشتباهی خطرناکه. وقتا لازم نیست کسی کنارت باشه. همین که کنار خودت احساس غریبی نکنی کافیه. اگه میخواین آموزش این کروسانای خوشمزه رو براتون بذارم، خیلی خوشحال میشم داخل کامنت ها برام بنویسین یا پیج اینستاگرام منو فالو کنید که پشت صحنه این ولاگارم براتون میذارم با رسیپی کامل آشپزی و شیرینی پزیامون. همراه من باشید. چرخ میکنید، اجازه میدیم خمیرمون به مدت 1 ساعت استراحت کنه. همونطور که میدونید اینجا گیر کرده بودم، 2000 years later. بالاخره شد. خمیرتون در آخر باید همینقدر لطیف و نرم باشه که با کر و آرد همین اتفاق میفته. دیگه برشش بزنید و رولش کنید. فقط یادتون نره زرده تخم مرغی که نگه داشتید و با شیر یه مقدار رقیقش کنید، روی کروساناتون بمالید و بذارید یه 10 دقیقه استراحت کنه و بذارید داخل فر. اینم نتیجهش. خداوند اون چیزی نیستش که توی معابد و کتاب هاست. خداوند تجربه زیسته. من پخت این کروسان ها رو تجربه کردم، زندگیشون کردم. باید اون دستورالعملای خشک و کنار بذاری، شروع کنی به تجربه کردن و یاد گرفتن. زندگی همینه. خداوند اون چیزی نیستش که توی معابد و کتاب ها نوشتن. خداوند چیزیه که درون توه، در زیسته توه، در زندگی توه. اگه آموزش پخت این کروسانای پنبه‌ای و خوشمزه‌مون رو میخواید، پیج اینستاگرام ما رو فالو کنید. اونجا پشت صحنه‌های ولاگامون هم گذاشتم. خیلی باحاله. دوستتون دارم. مرسی که تا انتهای ویدیو کنار من بودید. خیلی خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو فعال کنید.